خانم ها آقایان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده باشید با یک فایل آموزشی دیگه در کانال انگلیش تریبیون با من علی شکوهی مدرس زبان انگلیسی همراهی کنید. امروز میخوایم چند تا جمله زبان انگلیسی رو با هم ببینیم که هر کدوم یه ایرادی توشون هست. شما اون جمله ها رو میبینید، ایرادش رو خودتون نگاه میکنید و حدس میزنید و توی ذهنتون اون ایرادا رو اصلاح میکنید. بعد هم ما جوابهاشون رو دونه دونه تقدیم شما خواهیم کرد. امیدوارم این فایل آموزشی رو دوست داشته باشید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما و کانال خودتون حمایت بکنید. بریم ببینیم جمله هامون چی هست. Find the mistakes and correct them. اشتباه ها رو پیدا کنید و اونا رو اصلاح کنید. Are you ready? Let's get started. Number 1. I spend a lot of money in food. I spend a lot of money in food. ایراد این جمله در کجاست؟ امیدوارم حدس زده باشید. جواب I spend a lot of money on food هست. یعنی حرف اضافه ای که با spend باید به کار ببریم حرف اضافه آنه و نه in. من پول زیادی رو خرج غذا میکنم. دومی رو ببینید. I'm good at play chess. I'm good at play chess. ایراد این جمله رو تشخیص دادید؟ جواب این سوال اینه. I'm good at playing chess. حتما فهمیدین چرا باید play رو به playing تبدیل بکنیم. at حرف اضافه است. بعد از حروف اضافه اگر بخوایم فعل به کار ببریم باید به شکل ING دار، اسم مصدر یا اصطلاحاً gerund باشه. خب بریم سراغ سومی. We must stop now. We must stop now. ما الان باید متوقف بشیم. اونم میگه Yes, I'm agree. I'm agree. ایراد جمله کجاست؟ ایراد ما توی جمله I'm agree هست. توی زبان فارسی ما میگیم من موافق هستم، اما توی زبان انگلیسی لازم نیست که فعل هستم رو با agree به کار ببرید. همونی که بگید I agree کفایت میکنه. پس I agree، من موافقم. I agree with you، من با شما موافقم. بریم سراغ مورد بعدی. My brother is depend on me. My brother is depend on me. ایراد این جمله خیلی واضحه. My brother depends on me. ما نمیتونیم بعد فعل is فعل بعدی رو به شکل ساده به کار ببریم. به جاش باید بگیم depends on me. My brother depends on me. برادرم به من وابسته است، به من متکیه. اما مورد پنجم. John is interested to music. امیدوارم حدس زده باشید که ایراد گرامری این جمله تو حرف اضافه to هست. با interested حرف اضافه in به کار میبریم. بنابراین باید بگیم John is interested in music. جان به موسیقی علاقمنده. و مورد بعدی. I look forward to meet you. جمله ایرادش در فعل meet هست. شما میدونید که عبارت look forward to به معنای مشتاقانه منتظر چیزی بودنه و بعدش باید فعل ING دار به کار ببریم. در نتیجه باید بگیم I look forward to meeting you. یعنی بی صبرانه منتظر دیدن شما هستم. مورد هفتم رو ببینید. She is married with a doctor. She is married with a doctor. او با یه دکتر ازدواج کرده. این جمله ایراد داره و ایرادش حتما تشخیص دادید که توی حرف اضافه with هست. ما میگیم married to somebody، یعنی ازدواج کردن با کسی. پس باید بگیم she is married to a doctor. او با یک دکتر ازدواج کرده. و بالاخره مورد هشتم. He is able of doing it.
he is able of doing it. مفهومش اینه که او قادر به انجام اون کار هست. اینجا یه ایراد خیلی خیلی واضح وجود داره و انتظار داریم شما دوستان عزیز ایرادشو برامون کامنت کنید. امیدوارم این فایل آموزشی رو دوست داشته باشید و با لایک ها و کامنت های محبت آمیزتون از ما حمایت کنید. علی شکوهی در کانال انگلیش تریبیون در خدمت شما دوستان عزیزه. حق پشت و پناه همه شما باشه.